برای خاطر خدا باید در همین زندگیمون میتونیم حرکت کنیم. بعدی مردمون این فرزندامون میکنن نمیکنن در گمانه. یک کتاب من خوندم میگه که در شیخای کویت یک شیخ میبره 85 میلیون دلار برای فرزنداش چی میمونه؟ میراث میمونه. بعد علما را میارن کاری ماوری میارن، بعد میگه تقسیم میکنن 20 میلیونی هم بچه‌هاش 4 بچه را میتین، 4 بچه را 20 میلیونی میتین 80 میلیون میشه. بعد 5 میلیون دیگه‌اش میمونه میگن که برای فلان شیخ، میگن فلان جاده‌ای بچهای هم شیخ هم میگه مسجد نمیرسه اونجا بسازیم، میگه اگر برای پدرمون که در کار میشد خودش هم مسجد هم میساخت. برای همون شاعر میگه از در اموال دنیا را صرف نکردی در راهش، در راه خدا و در راه درست، که بعد از مرگ مالت را به دست دیگران بینی. همین زندگیمون باید به دست خودمون کنیم. ولی آدم خیلی آدم انتظاره که من سه میگه میکنن 40 میکنن سال میکنن. باید این زندگیت بکن خود دیگه چی در کره تا که بعدی مردنت او بچت برای خود چه میکنه. برای همین خدای بزرگ در قرآن عظیمش میفرماید که قول این صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. بگوی محمد صلی الله علیه و سلم نسوک هر یک عبادتی که ما میکنیم، صلات نه هر نمازی که ما و شما میخوانیم. نماز اگر ببینیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این نماز چیه؟ استعینوا بالصبر و صلات خدا میگه. با واسطه نماز، با واسطه صبر، با واسطه روزه، با واسطه نماز از من کمک بپرسید. پیغمبر هر مشکلاتی که می اومد بالای سرش نماز میخوان. در جنگ احزاب میبینیم همون شب تا روزه نماز خوان. حذیفه ابن یمانی میگه رفتم اگر چندی که هیچ جو رزبیت که کردم به قول حاضر اومدم حالی هم اومدم پیغمبر نماز خونده شده. در جنگ بدر هم پیغمبر هم شب تا روزه نماز خون. حضرت علی میگه همه خواب بودن پیغمبر بیدار بود نماز میخوان. ما اگر نمازی که به خاطر خدا باشه اون نماز نتیجه داره در دنیا. و محیای و زندگی ما باید برای الله باشه. زندگیمون برای الله باشه. مال و دارایی و هستیمون برای الله باشه. و مماتی لله رب، مردنمون هم برای الله باشه. در راه الله بمیریم بهتره. در راه اگر یه آدم در روز هر یه عمل انسان انجام بده همون خاتمش در همون عمل میبرش. من یک چیز برای شما قصه کنم. در همین مسجد همینجور در 61 یک مسافر به نام ایشان حاجی احمرش ما میگفتیم، ایشان یعنی حاجی سرخش میگفتیم، دائم در همین مسجد، در مسجد خدا رحمتش کنه، در مسجد خدمت میکرد به خاطر خدا. و که خلوصیت چه میگم همین دو شفری همون مسجد هم میکنه. شو ساعت یک شو ای خونش میاد همون جا میخواه همون شفرا را بگیره، همون جا مالک ما جانش میگیره. ها به خاطر خدا همون کارش بده. همین کار به خاطر خدا باشه انشاءالله که عاقبتش بخیر. برای همین برادر عزیز ما البته در این روز ازدواجشون که روز خرسندیشونه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم انس ابن مالک 10 سال خدمت کردن. 10 سال خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کردن. ام سلیم مادرشون آمدن گفتن یا رسول الله در حقش یه دعای خیر کن. به پیغمبر خدا گفتن اللهم اکثر ماله و ولده و عمره را پیغمبر در حقشون دعا کردن. خدایا یعنی چی؟ مالش بسیار کن، فرزنداش بسیار کن، یعنی زندگی خوب برایش عطا فرما. البته همین دعایی که مردم میگن فلانی دعا که این خیر است. پیغمبر خدا انس بن مالک 10 سال خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کردن. ام سلیم مادرشون آمدن چی گفتن؟ در حقش دعای خیر کن. چی گفتن؟ اللهم اکثر ماله و ولده و عمره، یعنی عمر انس بن مالک. چقدر صحابه ای که آخرین ببینیم از دنیا میگذرن، چقدر ببینیم دعای حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برای استجابت چیز. بعد ببینیشون بدبخت میشن یا خودشون از سلمان میدازن یا نرکمن میشن. گفتیم اگه پایادش کمن میشن. زندگی همون زندگی اسلامه. خدا گفته است که یکی از نشانهای قدرتی من همینه که من از جنس شما برای شما زن خلق کردم لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. با واسطه نکاح در ما بین دو جوان مودت میشه، دوستی میشه و
یا دو عائله میبینیم به هم دیگر دوست میشن، یا اگر ملت به ملت دیگه اگر دوستی نکاح کنه میبینی دوست میشه، اگر ازبک تاجیک بگیره، تاجیک ازبک بگیره، به هم دیگر دوست میشن. این دوستی در چه؟ در اسلام هست. دوستی مون چه؟ در اسلام هست. دعا میکنیم که پروردگارا اللهم ثبتنا علی الایمان و عمل صالح و احینا حیاتا طیبة والحقنا بالصالحین الذين یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة الاعین واجعلنا للمتقین اماما. را خدا برای دل نوجوان و شهیدها میبینن آرزو میکنن که کاش که در مقامی همونها باشیم. صحابه سوال کرد یا رسول الله آنها کیایند که ما آنها را دوست بداریم؟ هر قومی را که انسان دوست بدارد در روز قیامت قطعی همون محشور می شود. المرء من احب، انسان کسی را دوست بدارد. در این محفلی که ما و شما نشستیم، این محفل نور است و این محفلی است که الله ذوالجلال به این محفل افتخار میکنه و یفتح له ابواب السما، درهای آسمان الله ذوالجلال میگشاید، ملائک را میخیزاند تماشا کنید این بندگانی را که در اینجا در این حلقه جمع شدگیند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آن صحابه گرامی قدر پرسید یا رسول الله کیایند که آنها را ما دوست بداریم؟ هم گفت قوم تحب لله، اینا یک قومی هستند که به خاطر خدا دوستی داشتن در دنیا. اینها کسانی بدن که در دنیا نه به خاطر ما، نه به خاطر منصب، نه به خاطر عزب دنیا، اینا به خاطر خدا دوستی داشتن. برادران عزیز، این محفلی که انسان‌هایی که به خاطر خدا میشوند، آنها دیگر زندگی هم به خاطر خدا باشه لذت داره. حیات هم به زندگی الله یعنی لذت نداره. حیاتی که لذت داره که اون حالتی هست که با ایمان باشه. همین زندگی که امروز شروع میشه، دو جوانی که با هم جمع میشوند، اگر اینا در مابینشون ایمان نباشه زندگی نیست. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، میگه خدا. کسانی که از قانون من، از فرمان من روی میگردانند زندگی بدبختانه دارند. تمام دنیا را دارند، اگر ببینیم تمام شهامت دنیا و منصب ها را دارند، لیکن عزت ندارند در مابینشون. عزت در از آن که العزت لله و للرسول و للمؤمنین. برای همین برادران عزیز، در این محفلی که ما و شما حضور داریم، البته اینجا قاری برادرمون سعدالله اینجا حضور دارند، محفل این برادر است و این برادر عزیز ما که امروز به روز ازدواجشان که گفتن حاضر داملا هذه سنن و ربانیون خیر للبشریه فمن تمسک بها سلم و فازگو و من اعرض عنها هلک و خسره. بزرگان گفتن این سنت ربانی است، از جانب الله ذوالجلال مطرح شدگیه. هر کسی به این چنگ بزند یعنی چی؟ سالم و سربلند میماند. باز همین نگاه میکنیم یک جوان به خانه همون عروس میبرن، با قانون این نکاح که میبرنش به سری بلند میبرنش. اگر به غیر نکاح بره اوجا به سری بلند نمیرود. اگر ما نگاه میکنیم یک جوانی را ما میبریم چی؟ به نکاح میبریمش به سری بلند میرود. اینجا این حکما گفته ایستادن که این کسی که به همین نکاح چنگ زد سربلنده، در دنیا سربلنده. کسانی که از نکاح رو گرداندن هلاک شدند.